سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. این ویدیو در مورد محافظ ولتاژ و جریان تک فاز تابلویی است که حالا این روزا به علت نوسانات برق و قطع وصلی برق زیاد داره استفاده میشه. این محافظا واسه تنظیماتش 15 تا آیتم داره، یعنی 15 تا آیتم شما تنظیم کنید تا این به درستی کار کنه. واسه سیم کشیش هم که بالا نوشته این، پایین نوشته اوت، این نول نوشته ان، اینجام ال، اینجام ان، اینجام ال، یعنی نول از بالا میدی، از اینجا خروجی میگیری، ال از فاز از بالا میدی و از اینجا خروجی میگیری. نکته خیلی مهمش اینه که فاز و نول رو باید درست توی جای خودش ببندین. این ترمینال نول به اینجا که بالا پایین از روبروی هم قرار گرفته، اگه فاز رو ببندی اینجا، زمانی که اینو اصلا فرض کن اینو خاموش میکنی، بازم فاز از این قسمت جریان داره، یعنی فاز رو قطع نمیکنه، فقط اینجا ریله است که این ترمینال رو قطع میکنه. یعنی اگر فاز اینجا باشه، الان من اینو خاموش کردم، اینجا قطعه، زمانی که روشن میکنم این برق اینجا وصل میشه و از اینجا عبور میکنه. پس فاز و نول رو درست ببندید. واسه تنظیماتش 15 تا آیتم داره. یکم آیتماش گیج کننده هست که حالا من سعی میکنم به زبان خیلی خیلی ساده بهتون بگم که چجوری این تنظیمات رو انجام بدین. نگاه کنین، 15 تا تنظیمه که تنظیمات مهمش یکیش در مورد اضافه ولتاژه. اضافه ولتاژ از A02 تا A05 که 4 تا آیتم هست واسه تنظیم اضافه ولتاژه. 4 تا بعدیش در مورد افت ولتاژه و 4 تا بعدیش هم در مورد افزایش جریانه. یعنی 12 تا تنظیمات این از این 15 تا واسه افت اضافه ولتاژ و افت ولتاژ و اضافه جریانه که هر یکیشو یاد بگیری بقیه‌اش مثل همه و اونا رو میتونی راحت انجام بدی. اضافه ولتاژ یا افت ولتاژ یا اضافه جریانه ها کنیم. من خیلی زبان ساده نوشتم. یکی که تنظیمش اینه که کی قطع کنم، یعنی زمانی که اضافه ولتاژ داشتم توی چه ولتاژی قطع کنم. یکی که کی وصل کنم، یعنی اضافه ولتاژ داشتی، حالا این اضافه ولتاژ درست شده و ولتاژ داره میاد پایین و توی چه ولتاژی بیام چیکار کنم، این جریان رو وصل کنم. چند ثانیه بعد وصل کنم، یعنی زمانی که شما اضافه ولتاژ شبکه خوب شد و ولتاژ مناسب شد، چند ثانیه بعدش بیام این ریله رو وصل کنم. و A05 چند ثانیه بعد از اینکه اضافه ولتاژ داشتی جریان رو قطع کنم. همین 4 تا سوال واسه افت ولتاژ داریم و اضافه جریان داریم. یعنی کی قطع کنم، یعنی توی چه ولتاژی بیام قطع کنم، توی چه ولتاژی بیام وصل کنم، چند ثانیه بعد از اینکه ولتاژ اومد توی ولتاژ افت ولتاژ ما کم شد بیام چیکار کنم، وصل کنم، و چند ثانیه بعد از اینکه افت ولتاژ داشتیم قطع کنیم. این حالا کلیات کار واسه اضافه جریان هم همین داستانو داریم که روی دستگاه یکی بهتون میگم. اینجا 4 تا دکمه داریم. خاموش روشن که واسه خاموش روشن اینه، یعنی ریله رو قطع کنین، و دکمه ست داریم و 2 تا دکمه جهتی بالا پایین. دکمه ست رو به فشار میدیم، میریم توی این آیتم از A01 شروع میشه. A01 زمان راه اندازیه، یعنی زمانی که برق، فرض کن برق خونت، حالا مثلا این روزا اداره برق اومده 1 ساعت و نیم 2 ساعت برق رو قطع کرده، حالا برق وصل شده و برق وصل میشه، بعد از چند ثانیه این شروع به کار کنه. تنظیمات پیش فرض شما روی 10 ثانیه هست، 30 ثانیه هست، اما شما بذارید اینو روی 60 ثانیه، یعنی زمانی که برق وصل شد 60 ثانیه صبر کنید که خیال در مورد ولتاژ شبکه اوکی باشه و این برق خونه وصل شه. پس A01 شد زمانی که برق قطع شد، حالا برق اومده، بعد از چند ثانیه این جریان وصل میشه. A02 همونجوری که گفتم کی قطع کنم، اضافه ولتاژ داریم، تو چه ولتاژی قطع کنم. ما اینجا بهش میگیم توی ولتاژ 250 ولت که رفت بالاتر، شما چیکار کن، این جریان برق رو قطع کن. پس 250 شد. حالا میگه کی وصل کنم. کی وصل کنم گذاشتیم روی 245، یعنی 5 ولت پایینتر. میگیم زمانی که اضافه ولتاژ توی شبکه داشتیم و حالا خوب شده این اضافه ولتاژ و ولتاژ برگشته روی 245 داره میاد پایینتر، دوباره این برق واسه ما وصل کن. این پس شد A03. A04 به ما میگه که چند ثانیه
ولتاژ زمانی که ولتاژ خوب شد چند ثانیه بعد بیام چیکار کنیم؟ این برق رو وصل کنیم. این میشه A04. گزینه A05. A05 میگه که حالا ولتاژ شبکه رفت بالا، چند ثانیه بعدش من قطع کنم. خب ما اینو میذاریم روی 1 ثانیه، شما میتونید اینو تغییر بدید. میگه روی 1 ثانیه ولتاژ شبکه رفت بالا، جریان رو قطع کن. این شد A05. حالا همینا رو دوره تو افت ولتاژ داریم. A06 کی قطع کنم؟ زمانی که اینجا گذاشتیم ولتاژ رو روی 200، شما این ولتاژ با این بالا پایین میکنیم. A07 میگیم ولتاژ از 220 ولت اومد پایین، قطع کن. A07 خب میگیم کی ولتاژ، یعنی افت ولتاژ که رفع شد کی دوباره بیام جریان برق رو وصل کنم. اینو گذاشتیم روی 205 ولت، یعنی ولتاژ افت داشتی، حالا افتش رفع شده اومده 205 داره همینجوری میشه 206 207. رو 205 رسید برق رو وصل کن. میریم روی A08. خب حالا ولتاژ شبکه خوب شده، یعنی افت ولتاژ ما رفع شده. حالا بعد از چند ثانیه بیام دوباره این رله رو وصل کنم، یعنی برق خونه رو وصل کنم. اینو میذاریم رو 60 ثانیه. 60 ثانیه بعد از که افت ولتاژ تموم شد، 60 ثانیه بعد شما بیا برق رو وصل کن. A09. A09 میگه که حالا افت ولتاژ الان داریم، منم تشخیص دادم چند ثانیه بعدش قطع کنم. من میگم همون 1 ثانیه اول که افت ولتاژ رو دیدی قطع کن. این میشه A09. حالا دوباره این واسه افت ولتاژ بود. از A10 میریم واسه یه اضافه جریان. اینو بیارم روی A10. خب A10 میگه کی قطع کنم. یه جریان اینجا ما بهش تنظیم میکنیم، میگیم که افزایش جریان از این عدد بیشتر شد قطع کن. میتونی شما مثلا کنتور 32 آمپره شما اینو بیای بذاری روی چی؟ 32 آمپر، یعنی 32 آمپر جریان از این بیشتر رد شد قطع کنه. میتونی کمترش کنی، میتونی بیشتر کنی. حالا باید ببینی چقدر وسیله تو خونه داری و چه جریانی داری میکشی. چند تا کولر گازی داری، کولر آبی، نمیدونم وسیله‌ای که داری استفاده میکنی. اما پیش‌فرض شما میتونی بزنید روی همون آمپری که روی کنتور خونتون هست، که ما اینجا اینو میذاریم روی 30 فرض کنید 2 آمپر. این شد A10. A11 میگه که جریان بیشتر از اون 32 آمپر شد، یعنی 32 آمپر اومد و جریان بیشتر از 32 آمپر شد. من چیکار کنم؟ جریان رو قطع میکنم. خب میگه حالا جریان از این 32 آمپر اومد پایین و اومد تو جای خودش، کی دوباره این مدار رو بس کنم؟ اینو میتونین بذارین روی مثلا 30 ثانیه. این دیگه حالا 60 نمیخواد، میذاریم روی اینجا 30 ثانیه. میگیم 30 ثانیه بعد از اینکه جریان به حالت نرمال برگشت، بیا شما این رله رو وصل کن، برق خونه رو وصل کن. A12 رو گذاشتیم روی 1 ثانیه. داره میگه چی؟ میگه خب اضافه جریان داشتیم، چند ثانیه بعد از اینکه اضافه جریان داریم بیام این جریان رو قطع کنم؟ ما میگیم 1 ثانیه، یعنی اضافه جریان رو حس کردی شما سریع برق رو قطع کن. A13 واسه تنظیم ولتاژ. خب شما اینجا زمانی که دستگاه حالا تو تنظیمات نباشه، مثلا اینجا نوشته 230 و مثلا 4 ولت. خب شما اینو با مولتی متر میگیری، مولتی متر درست حسابی ولتاژ رو با این چک میکنی، ببینی ولتاژت با این که این عددی که اینجا میزنه یکی هست یا نه. اگر یکی بود که اینو میذاری رو 0، اگر کمتر بیشتر بود اینجا به صورت درصد تغییرش میدی تا کالیبراسیون ولتاژ یه جورایی. این شد چند؟ A13 که گذاشتیم روی 0، ما میگیم ولتاژی اینجا نشون میدی رو قبول داریم. A14 تعداد دفعات مجاز افزایش جریان. خب تعداد دفعات رو ما میتونیم مشخص کنیم، اما ما کاری به این تعداد دفعاتش نداریم، میذاریم رو حالت آف. یعنی چی؟ نه، یعنی زمانی که شما اضافه جریان داشتی کار به تعداد دفعاتش نداشته باش، سری جریان رو برق رو قطع کن. و A15 هم مثل اونجا که گفتم ولتاژ رو میایم تنظیم میکنیم. A15 واسه تنظیم آمپره، یعنی شما با مولتی متر درست حسابی به درد بخور میای آمپر میگیری و با آمپری که اینجا نشون میده مقایسه میکنی. اگر یکی بود که اینو میذاری رو حالت 0، اگر دیدی کم و زیاده واسه تنظیم دقیق کالیبراسیون کردن این آمپر میای این درصد اینو کم و زیاد میکنی تا به اون عدد برسی. این ویدیو باید یکی دو بار ببینیم قشنگ تا این کلیات کار قشنگ متوجه بشین. بعد از A15 هم که دکمه 3 میزنی میری رو گزینه اند و 5 ثانیه هم که نگهداری تنظیماتت ذخیره میشه. الان این اند
5 ثانیه هم که نگه داریم تنظیمات ذخیره میشه. البته تنظیمات همین حالت عادی که تنظیم میکنی ذخیره میشه. زمانی که اینو میخری این حالت دفتر راهنما توی همراه اینا هست و اومده گفته A0 تا A15 چه تنظیماتی میتونین انجام بدین، بازه تنظیماتش چیه و تنظیمات پیش‌فرضش هم بهتون گفته. یا اگر اینو نداشتین توی اینترنت بزنین مدل دستگاه رو بزنین، حالا این دفترچه راهنماشو میبینید. ولی اکثر برندها به همین شکل، یعنی A01 تا A15 رو ما داریم که یکی یکی اضافه ولتاژ، افت ولتاژ، اضافه جریان و تنظیمات خود دستگاه رو انجام میدیم. امیدوارم این ویدیو واسهتون مفید باشه. سوالی داشتین، نکته‌ای داشتین، جایشو نگرفتین بپرسید و کاملتر بهتون توضیح بدم. واسه نصب بشم که حالا فرض کنید اینجا توی تابلو اینجا مینیاتوری 32 رو گذاشتیم واسه یه برق اصلی خونه، بعد اومدیم کلید نشت جریان گذاشتیم، بعد محافظ ولتاژ میذاریم و از اونجا به بعد هم مینیاتوری 16 واسه پریزا، 10 واسه روشنایی‌ها و همینجوری میریم تا آخر. حالا اگر که اینو نداشتیم برق از اینجا به این شکل میشه. حالا اگر نشت جریان هم نداشتی، اول فیوز اصلی، مینیاتوری اصلی، فاز رو میاری اینجا، از خروجی این میگیری تو ال و وصل میکنی به تابلو. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدارتون.